میشه خیلی طول بابا طول نمیکشه داداش. الان من تو این اینستا لایو بذارم همین الان پر میشه خب، ولی من چون بچه لایو هم هستن، بچه لایو تو این چیز هستن دیگه واسه اون میگم. بیا جعفر جعفر آخه جعفر کسمگز پر میشه بچه ها لایو میان حاجی واسه اون میگم. اوکی خودم بیا همه رو بزنه با موبایل. بیا سجاد بیا بیا حاجی. آرش حاجی آرش یکم کار داره بعد میاد. میدونین بچه ها اون اکانتو من فروختم. سلام سلام حامد چطوری؟ خوش اومدی عزیزم، مرسی واسه پالو. اون اکانتو فروختم دیگه فعلا دیگه بی اکانتی و بدبختی. حاجی یکی بیاد بشینه دیگه بعد لایو بذارن تو این حساب بیان دهنتون سرویس. بیا سجاد فرندام دارم سجاد این اکانتو، اکانت اصلی تو دارم تو فرندام فکر کنم دارم. اونو حاجی مفت دادم حاجی 19 تومن دادم. اوه. چی نوشته سجاد ترجمهش کنید حاجی. سوارشین 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 بچه گان نخرید سوارشین سوارشین سوار گان نخر سوارشین. یه تیره تو اسم موقع یه اسکاچ هست میبری. وای حاجی چرا پایین نشسته حاجی. اونو فروختم واسه استریم و اینا حاجی. حاجی پایین همه ناکنا پایین همه ناکنا احد بپر پایین بزنشون کیل بدوز دست. آره حاجی فقط یکی مونده اون ور. نه من چیز کردم پک کردم چیز. آره سوار شی اشکال نداره. فعلا حاجی میخوام سیستم جمع کنم دیگه نمیرسه پولم اکانت بخرم. سوار شین بچه سوار شین. بابا سوار شین بگاه رفتیم حاجی. نه هد نده پابلو هد نده. بابا یاران ما رو نگاه کن حاجی. بابا فشار کسخوری داداش میری بالا. نرین حاجی پابلو نمیرین. نرین ما اشتباه میکنیم. میخندی زهر مار. اون اکانت کالکشن 62 بود ولی من اکانت رو خیلی دوستش داشتم. اکانت رو چون که دوست داشت خودم خرجش کرده بودم.
خرطوخری حاجی پشمام. او جعفر کو زدم پیلیش داد خدا بدونه به تو. نگاه این فعلا وو میزنیم عزیز.